من دوستان عزیز امسال در اول سال برای جشن گرفتن سال نوی اجدادی با نامه شما با نزد شما مهنتکشان و مردم نایه آمدم با نایه جبار رسول. خدا کند که پای قدم شما و این جشن فیض و برکت مردم ما را در سال نوی اجدادی باز هم بیشتر و خوبتر گرداند. این سرزمین، این مکان بسیار شخصیت های ابرمردان بزرگ خلق تاجیک را به دنیا حضر کرده است که 10 سالها 100 سالها زحمت کشیدن و ملک و وطن ما را آباد کردند. روحشان شاد باد. بار دیگر نوروزتان مبارک باشد همدیاران عزیز. یک جهان تشکر برای پیشوازگیری صمیمیتان. من امروز دیدم بعضا کوچه و خیابان ها آباد شدند. البته برای آباد کردن ملک وطنمان خیلی زحمت کشیدنمان در کار. من باور کامل دارم رهبریت ولایت و رهبریت نایه، فعالان، صاحبکاران باسن زحمت کشیده وطن ما بنیاد کردن در کار، آباد کردن در کار. این وظیفه مقدسی ما فرزندان امروز است. من خیابان ها را میبینم اکثریت جوان ها است، اکثریت نورسل جوانان است. آینده این تاجیکستان درخشان است که سین میانه مردم ما 24 سال است. آینده دولت ما در دست جوان ها است. ما برای آنها باید شرایط مهیا کنیم، تربیت کنیم، برای درست هدایت نماییم. و در آخر به نزدیکی چاره‌بینی سیاسی شده گذشت انتخابات پارلمان مملکت. من بار دیگر از صمیم قلب برای دستگیری صمیمانه‌تان از سیاست رهبریت دولت و حکومت مملکت بیان کردنی هستم. یک جهان تشکر.